اگر روی این ویدیو کلیک کردی و داری میبینیش، حدس میزنم یا میخوای عمل بینی انجام بدی ولی میترسی یا مرددی و نمیدونی که برات خوب هست یا نه، یا میخوای عمل انجام بدی و میخوای ببینی که چه پروسه‌ای داره، چه درگیریایی داره که خب قراره باش روبرو بشی. به عنوان کسی که این پروسه رو نزدیک 10 ماه که گذرونده، میخوام امروز تجربه‌ام بهت بگم و سعی کردم تمام سوالاتی که ممکنه براتون پیش بیاد از این پروسه رو جواب بدم. اولین سوال این که چی شد من چرا تصمیم گرفتم که عمل بینی انجام بدم. این واقعا یه تصمیم شخصی بود برای من، ولی خب من قبلش خب قیافم این مدلی بود. از جلو با بینی مشکل نداشتم، ولی خب از بغل خب همیشه یک استرس داشتم وقتی میخواستم عکس بگیرم. خب یک قوزی داره، یکم بزرگه. با خودم میگفتم شاید یک روزی من بینیمو عمل کردم و خیلی یهویی تصمیم گرفتم که دلمو بزنم به دریا و انجام بدم. سوال بعدی اینه که اصلا چطوری دکتر انتخاب بکنیم و خب چه معیارهایی رو من سنجیدم. مطمئنم حالا توی هر شهری یک سری دکترای معروفی هستن که خب بیشتر زبان زدن و برین ازشون مشاوره حضوری بگیرین. این خیلی مهمه و حتما توی پیج اینستاگرامشون اگه پیج کاری دارن حتما برین نگاه بکنین. معمولا بعضی دکترها خب یک روی کردی دارن، مثلا یک سریا بیشتر طبیعی عمل میکنن و اگه شما مدل مثلا عروسکی تر میخواین خب نباید برین پیش اون دکتری که روی کردش اینطوری که طبیعی عمل میکنه. یا مثلا بعضی دکترها بیشتر روی دماغ‌های غضروفی مثلا مهارت بیشتری دارن تا روی دماغ‌های گوشتی و اگر میرین توی مطب دکتر حتما از افراد اونجا که این تجربه رو داشتن و خب تو پروسه مختلفی هن، تو پروسه چسب‌گذاری هن یا تازه عمل کردن یا مثلا دارن واسه چکاب میان، این افراد رو پیدا بکنین، حتما ازشون بپرسین تجربهشون چی جوری بوده که حتما خیلی میتونن بهتون کمک کنن. اتفاقا مراجعه ها بیشتر میتونن بهتون کمک کنن تا خود دکتر. قیمتش ببینین بعضیا هستن به خاطر معروف بودنشون یکم زیادی ازتون پول میگیرن و به نظر من میکنن تو پاچتون. مثلا اگه رنج قیمتی مثلا حالا به طور مثال میگم مثلا 60 تومنه، یکی ممکنه 100 تومن بگیره و خب خیلی اختلاف زیادیه و اینو باید در نظر داشته باشین و فکر نکنین که هرچی گرونتره بهتره. از طرفی هم فکر نکنین اگه طرف مثلا رنج قیمتی حالا مثلا 60 تومنه، شما یه نفر میگه من با 20 تومن میتونم عمل بینی خوب انجام بدم، بهش راحت اعتماد بکنین. اینطوری نیستش. یک رنجی معمولا بین دکترها هستش که خب شاید مثلا 5 تومن نهایت 10 تومن فرق بکنه و حواستون به رنج قیمتی هم باشه. تجربه روز اولم خیلی استرس داشتم و تازه من عملم هم چند ساعت تأخیر خورد و مثلا قرار بود که صبح برم عمل بشم، شب عمل شدم. و اینکه بگم بیهوشی چه حسی داشت، بگم حس جالبی بود. یعنی واقعا منم اولین بارم بود عمل میشم و خب وقتی که وارد اتاق شدم خود کارکنان اونجا طوری رفتار میکنن که شما استرستون کمتر بشه، قاعدتا درک میکنن شما استرس دارین. وقتی بهتون تزریق میکنن فکر کنم به 10 ثانیه نمیکشه که شما بیهوش میشین و تجربه بیهوشی اینطوریه که یک انگار سری میخوابی و یک خواب بدون رویاست و اصلا نمیفهمی زمان چی جوری داره میگذره، اصلا زمان متوجه نمیشین. مثلا من خودم 1 ساعت عملم طول کشید و فکر کنم 1 ساعتم ریکاوری، در مجموع عملم 2 ساعتی طول کشید. اصلا متوجه نشدم کی خوابیدم کی بیدار شدم و برای من انگار کسر ثانیه بود و اصلا هیچ رویای خاصی ندیدم. جالب بود و لحظه اول بیدار شدنم یکم تمایل داشتم ناله بکنم و یک حس فشار خاصی داشتم، انگار که یه نفر مثلا منو کتک زده و صورتمو سرویس کرده، که واقعا هم صورتمو سرویس کرده بودن. خیلی تمایل داشتم که استراحت بکنم و یکم هزیون بعد عملم بود که بامزه بود. آهنگ عوض نکن. بعد ابی نداشت. آره دیگه هرچی دکتر بگه. اینجا تحمل کن، یک چند ساعت هستی. آره چند ساعتی هستی بعد میگه کن. البته کاغذی بهش هم قشنگه. و اینکه بگم همون شب بعد عمل فکر کنم یکی مثلا 1 ساعت بعد عمل تامپونای بینی منو برداشتن و
قاعدتا اینو میدونین که اصلا نمیتونین با بینی نفس بکشین و همش با دهنه. بعد خب من حالا یک اذیتی که داشتم این بود که خب دهنم خیلی خوش میشد و این تقریبا تا یک ماهی من درگیر حالا همین تنفس با دهن بودم به جای بینی. ولی خب بعدش اوکی میشه. حالا بعدش باز بیشتر توضیح میدم که چی جوری بود. ولی چیزی که حالا مهمه این بدونین که درد نداره. بچه جدی درد نداره و تا جایی که میدونم طبیعی هم نیست که درد داشته باشه. یعنی اگه درد داشتین حتما باید اطلاع بدین. ولی اون حس فشار و سنگینی رو صورتتون دارین، به خاطر خب طبیعی هم هست. تازه عمل شدیم، ورم و التهاب زیاده و این تقریبا یه هفته طول میکشه این ورمتون. حالا ورم اصلی من از روز بعد عمل شروع شد و همینطور صورت من هی داشت شروع میکرد به باد کردن، زیر چشمام هی داشت بیشتر کبود میشد، چشم‌بندای یخی میذاشتم رو صورتم هر چند ساعت که خب این ورمش بخوابه. بچه یه چیزی که من پیشنهاد میکنم حتما این کار رو انجام بدین، مخصوصا تو هفته اول، اینه که آب کرفس بسیار زیاد بخورین. آب کرفس توی کاهش ورم خیلی تاثیر داره، مخصوصا تو هفته اول. و روزی 1-2 تا لیوان تاثیر نداره، حتما به نظر من 1-2 پارچ حتما مصرف بکنین. و دومین چیزی که خیلی بهتون میتونه کمک کنه آب آناناسه، که آب آناناس رو میگن چون تبش حالا گرمه خیلی استفاده نکنین بهتره، ولی آب آناناس هم بخورین، اونم خوبه. مثلا شاید روزی 1 لیوان در این حد. یه قرصی هم که حالا دکتر من پیشنهاد داد برای اینکه بخیه هام زودتر جوش بخوره، قرص آناهیل بود که خب تو داروخونه ها دارنش و تا جایی که میدونم نیاز به نسخه پزشک نداره، ولی خب شما هم خیلی مهمه که حتما از پزشکتون این رو بشنوین. حالا من صرفا اینو پیشنهاد دادم که اینم یکی از ترکیبات آناناس توش داره که خب باعث میشه توی جوش خوردن بخیهاتون خیلی کمک کنه. یه پمادی هم به من پیشنهاد کردن که من خب یکم سخت‌تر پیداش کردم، ولی پماده شبیه اون زیاد هست. پماده رژواسیل بود که خب یه نم گرون هم هست، پماده‌ای که برای جوش خوردن بخیه‌ها استفاده میشه. حالا من صادقانه میگم بچه‌ها، هفته اول عمل بینی سخته، راستشو بخواین سخته و هم اون حس فشاری که رو بینیتون هست اذیتتون میکنه، هم ورم زیاد و ترشحات بینیتون خیلی زیاده و همش مجبورین با دهن نفس بکشین و درست حسابی خواب ندارین. حالا خوابتون هم اینطوریه که 2-3 تا بالش بر زیرتون بذارین و خب یک زاویه 45 درجه باشه قشنگ، تقریبا مثل این. خیلی نمیتونین این ور اون ور بشین، غلط بخورین. ترشحات بینیتون بسیار زیاده و خب دماغتون کاملا کیپه، ولی دکتر بهتون میگه که باید با سرنگ هر چند ساعت یه بار بینیتون رو با سرم فیزیولوژی و شستشو بدین و خیلی شدید باید بزنی تو بینیت و اینطوری کنی ترشحات بره و نباید اصلا فین کنین. فین کردن کلا ممنوعه، توی حداقل 1 ماه اول فین کردن ممنوعه. دیگه نیاز به گفتن هم نداره که خب داروهاتون هم حتما باید، مثلا اون آنتی بیوتیک ها رو حتما باید به موقع بخورین. علاوه رژیم غذایی من بگم که هفته اول تا تقریبا هم ماه اول، ولی خب هفته اول خیلی سخت‌تر بود، همش من فرنی و سوپ می‌خوردم و نمیتونستم چیزی بجوم. بعد جالب اینه که حالا آدم فکر میکنه خب اینجاش عمل شده ربطی نداره، فک پایینش راحت میتونه حرکت کنه، ولی اینطور نیست. و من فک پایینم نمیتونستم خیلی حرکت بدم. جالبه که تمام پوست و مایچای صورت انگار به هم دیگه وصله. خلاصه اینکه این قسمت رو خیلی طولانیش نمی‌کنم، شرایطش اینطوریه و بعد هفته اول خب بخیه‌هاتون رو میکشن و آتل رو برمی‌دارن و اون دوران چسب زدنتون شروع میشه. حالا هر دکتر روی کردش فرق داره، بعضی دکترها میگن 2 ماه چسب بزن، بعضی 1 ماه. من خودم 1 ماه چسب زدم، بعد 1 ماه برداشتم و خب تا 6 ماه اصلا خبری از دویدن و راه رفتن طولانی و ورزش کردن نیست و باید خیلی مراقب باشین. خودتونم حس میکنین که اگه کمکی فعالیتتون شدیدتر میشه یکم فشار میاد رو بینیتون، ولی خب بعد 6 ماه اوکیه. حالا اگه براتون دغدغتون اینه که خب من باید برم سر کار، بعد کی مدت میتونم برم سر کار، چیزی که حالا من از دکترها میشنیدم اینه که بعد تقریبا 10-12 روز یه کمی که شرایطتون استیبل تر شد میتونین برین سر کار. ولی من خودم به شخصه، حالا چون دوران دانشگاه بود، مرخصی بیشتری داشتم.
یه سوالی که خیلی از من میپرسن و به نظر من مهمه که اینم در نظر بگیرین اینه که علاوه تنفسی قراره تنفس من تنگتر بشه، تنفسم اصلا تغییر میکنه یا نه، کلا تجربت با بعد و قبل عمل چی جوریه. راستشو بخواین 2 ماه اول خب که نسبتاً ترشحات و ورم زیاده، من الان تنفسی یکم مشکل داشتم، ولی خب اینو خیلی مهمه که حتما با دکترتون در میون بذارین. ولی خب الان که 10 ماه گذشته حس میکنم که مجرا تنفسیم یکم تنگتر شده، ولی اینطور نیست که بگم من مثلا زندگیم سخت‌تر شده یا خیلی سخت نفس میکشم. چرا؟ الان تنفسم کاملا خوبه، ولی نسبت به بینی قبلیم خب قاعدتا حس میکنم یه کمکی مجرا تنگتر شده و چیزی نیست که حالا به نظر من نگرانیشو داشته باشین. یه سوال مسخره دیگه‌ای که حالا هم برای خودم پیش اومد هم بقیه ازم پرسیدن اینه که آیا میتونی دستوبینی و دستکاری و اینا بکنی؟ راستش بخوای نه دوستان، اصلا دیگه نمیشه دستوبینی کرد یا مستقیما دستکاری بکنی. و اینکه من الان خودم حس میکنم بینیم یکم سفت‌تر شده، مثلا مثل قدیم دیگه نرم نیست که مثلا اینوری کنم اینوری کنم، یک سفتی خاصی داره. ولی خب فین کردن کاملا مجازه، قلط خوردن بعد این مدت کاملا مجازه، اصلا عیب نداره و اینها دچار مشکل نمیشه. حالا اگه هنوز مرددی که این کارو بکنی یا نکنی، اصلا مسئله ترسش هم نیست. این که اصلا من دارم الکی وسواس به خرج میدم رو صورتم یا واقعا نیاز دارم که عمل بکنم یا نه. دوستان خودم بگم که اولین چیزی که به نظر من مهمه اینه که آدم خودشو همونطور که هست بپذیره. به نظرم این قدم مهمتره. اما اگر حس میکنین برای حال دل خوب خودتون این کار رو انجام میدین و این تصمیم بیشتر درونیه تا تایید اجتماعی بیرونی، نمیگم هر دوش نیستا، مثلا برای منم بود، ولی گاهی اوقات انگیزه درونی بیشتر میچسبه به انگیزه بیرونی. اگر شرایطشو دارین این کار رو انجام بده و به نظر من پشیمون نمیشی. و اگر حالا زیر دست دکتر خوبی باشی، الان مثلا از من میپرسن که واقعا چه حسی داری که عمل کردی، حالا از نچرال بودن در اومدی، من صادقانه میگم بهترین تصمیم زندگیم بود که این کار انجام دادم و راضیم واقعا. به این معنی نبود که قبلش از خودم متنفر بودم و نه، واقعا قبلش هم خیلی خودم دوست داشتم، خودم هم بدم نمی اومد که خب یکم مثلا قوز بینیم برداشته بشه و خب بینیم کوچیک‌تر بشه. ولی حالا چجوری تشخیص بدی که آیا من وسواسی شدم یا نه؟ اگه میبینین اکثر اطرافیانتون، حالا نه اونایی که تمسخر میکنن، اونا نه، افراد واقعا ایمن زندگیتون بهتون میگن که آقا وسواسی شدی، واقعا بینیت اوکیه و نیازی نداره و اینا، خودت حساس شدی روش. به نظر من اگه همون بینی نازنینی که داری رو دست نزنی بهتره. ولی اگر حس میکنی که خب نه، خب واقعا یه قوزیه که اگر من برش دارم خب حس خودم بهتر میشه، هر جور مایلی، یا مثلا اگر فکر میکنین اگر من بینیمو عمل بکنم فلان کس یا مثلا یا فلان افراد من رو بیشتر دوست خواهند داشت یا بیشتر پذیرفته میشم، باید بگم که این انگیزه بیرونی حتی بعد از این که عمل بینی انجام دادین و احساس زیبایی میکردین قرار نیست تغییر بکنه و خب خیلی دنبال تایید بیرونی نباشین. اگه فکر میکنین بیشتر دغدغتون اینه، به نظر من اون انگیزه بیشتر از یه جای دیگه سرچشمه میگیره. ولی آقا خودمونیم، من فکر میکنم بعضی بینی‌ها با این که حتی بزرگن واقعا به نظر من قشنگن و فکر نکنین هر دماغ بزرگی زشته. جدی واقعا بعضی بینی‌ها خیلی به چهره میاد. من همیشه تشویق نمیکنم آدما رو که برن این کارو انجام بدن، به خاطر همین خیلی مهمه که یک تصمیم درست حسابی بگیری و اگر هم تصمیم گرفتی این کار انجام بدی انشالله بهترین نتیجه رو بگیری. امیدوارم که تجربه من به دردتون خورده باشه و اگر سوالی دارین که من پاسخ ندادم حتما تو کامنت ها از من بپرسین و اگرم خودت تجربه عمل داشتی حتما بیا تو کامنت ها بنویس که تجربه چی جوری بوده، پس حتما تو کامنت ها می سر بزنید. روزتون بخیر، بای بای.